پرسیدن که در امریکا مناسبت با شعر و شاعر چگونه است؟ با شعر و شاعری نه، اروپایی ها شعر و شاعری را کم گوش میکنن، ناز میکنن، در کتابخانه ها شاعر ها برآمد میکنن. با کتابخانه اونجا بسیار است، همونجا شاعر ها برآمد میکنن، شعر میخوانند، گاهی نویسنده ها میآیند، شعر هست. حتی لیکن بیشتر توجه اروپایی ها از جمله توجه امریکایی ها به نثر است. نویسنده پرستن، بیشتر به نویسنده ها علاقه‌مندند. مثلا در امریکا شما چی خوندید؟ مثلا ما ادبیات کلاسیکی امریکایی هم بدانند که همه جک لندن، همه مارک توین، همه ویتمن. پدر ادبیات امریکا جک لندن نیست، مارک توین است. مارک توین همچون نویسنده ملی اعتراف میکنند، واقعا ملی است. خلق ملی مثلا ماهیگیری میکنه، میگشت در زمانش، همین مردمی بود، در بین مردم بود. و جک لندن به خاطر سرگذشتش که سرگذشت عالی جناب دارد و خصوصا حکایه هایی که درباره آلاسکا نوشته است. در آلاسکا تیلو میکافتند، درباره همه حکایه های بهترین دارد. و همونجا مثلا درباره سگ هم است. واقعا سگ جک لندن، سگ ما در پیش و هیچ نیست، سگ حضور است، بیلی کلیک، اما وایت تیز، بیلی کلیک، این وای بسیار اثر معروف و مشهور است. لیکن پاتریوت همینگویی این پاتریوت امریکا حساب می شود. مثلا پاتریوت ما کیا که جایید مثلا محمد غایب پاتریوت وای همینگویی پرازنیک دارد، عید، جشن. هر سال در روز یاد بود، مثل روز وفات و یاد بود، در یاد بود همینگویی یک شهر با کوچه ها می راید، یک شهر با کوچه ها می راید، موسیقیدا همه خودشان همینگویی میکنند.